مستند امام و شیطان بزرگ تلاش دارد تا به صورت مستند و عینی و بر اساس سخنان، پیامها، اعلامیه‌ها و وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه دیدگاه‌های آن امام سفرکرده را در قبال آمریکا روایت کند. ایستادگی و قاطعیت در مقابل آمریکا و تأکید بر مبارزه با شیطان بزرگ از اصول تغییر ناپذیر نظام اسلامی است که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از دوران نهضت اسلامی آن را پایه‌گذاری کردند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت و تا آخرین روزهای عمر با برکت آن امام عزیز در راه و کلام ایشان ادامه پیدا کرد. این مستند روایتگر قطره‌ای از دریای بیکران عظمت و صلابت احیاگر اسلام ناب در دوران جدید است که با اتکا به شما ملت ایران ابهت قدرت‌های مادی و در رأس آن آمریکا را در مقابل چشم جهانیان در هم شکست و زمین ساز جرأت و جسارت و بیداری اسلامی در دنیای اسلام شد. روحش شاد و راهش مستدام. هرگز احتمال نمیدادیم که یک سفارت مرکز جاسوسی باشه و ما این مرکز جاسوسی را خواهیم بست. عمده گرفتاریمون امریکاست. واکنش مهم و قاطع آیت الله روح الله خمینی به تصویب قانون کاپیتولاسیون یا تومار تحقیر ملت ایران در سال 1343 استکبار ستیزی و در رأس آن مبارزه با آمریکا را وارد گفتمان سیاسی مردم ایران می کند. ایشان در این سخنرانی دلایل نگرانی خود را شرایط کشور و دنیای اسلام و نفوذ آمریکا بیان می کنند. باید قطعیت رسول الله از این ملت بشن. اینا میخوان تا اسرائیل به دل راحت حتی اینجا بکنن، تا آمریکا به دل راحت هر کاری بکنن. اما تمام گرفتاری ما از این آمریکا، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل، از این اسرائیل و از امریکا. با افشاگری حاج آقا روح الله سحرگاه 13 آبان 1343 ایشان دستگیر و به ترکیه تبعید می شود. محمد رضا پهلوی تصور می کند هیچ کس در کنار حاج آقا روح الله نخواهد بود، اما دلهای مردم ایران همراه روح خداست. در این حال که شاه فرستاد که شما با امریکا چیز نکنید، مخالفت نکنید و به من هر چی میخواید بگید، ما اطلاع نکردیم و جواب دادیم که ما عمده گرفتاریمون امریکاست و این منتهی شد به اینکه باز آمدند و منو شب گرفتند و بردند و این دفعه مجردی که وارد شدیم به محل تهران ما را فرستادن به ترکیه. حاج آقا روح الله خمینی طی سالهای تبعید نفی سبیل را که قاعده‌ای فقهی است درباره امریکا پیش می‌گیرند و در بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها بارها موضع خود را با ادبیاتی ساده اما قاطع در قبال امریکا و قدرت‌های استکباری بیان و اعلام می‌کنند. امریکا منشأ کودتای 28 مرداد 32 بازگشت و حفظ شاه بر سر قدرت است و کاخ سفید از شکنجه‌های ساواک حمایت و قراردادهای استثماری را به ایران تحمیل می‌کند.
امام خمینی تا سال 1356 از هر فرصتی برای روشنگری درباره ظلم و ستم و جنایت‌های آمریکا در ایران استفاده می‌کنند. حاج آقا روح الله در این سالها به دقت واکنش‌های آمریکا در قبال شاه و حرکت‌های مردمی را نیز زیر نظر دارند. اما در سال 1356 با روی کار آمدن کارتر در آمریکا حوادثی رخ می‌دهد که دیوار بی‌اعتمادی میان ملت ایران و آمریکا را بلندتر می‌کند. دی 1356 فرا رسیده است. آتش مخالفت با شاه روز به روز میان ملت ایران شعله‌ورتر می‌شود. در روزهایی که تنفر از محمد رضا پهلوی در عمق وجود و قلب ایرانیان بیشتر موج می‌زند، سفر غیر مترقبه جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا به تهران و سخنان او در حمایت از دیکتاتور پهلوی تنفر ملت را از سیاست‌های امریکا بیشتر می‌کند. به دلیل رهبری بزرگ شاه، ایران جزیره ثبات در یکی از آشوب زده ترین نقاط جهان شده است. اعلیحضرت، این به دلیل تکریم بسیار نسبت به شما، رهبری شما و احترام و ستایش و عشقی است که ملت ایران به شما دارد. هیچ کشور دیگری در جهان برای برنامه‌ریزی مشترک از ایران به آمریکا و ما نزدیکتر نیست و هیچ کشور دیگری برای بررسی مشکلات منطقه‌ای که مورد علاقه هر دو طرف ما نیز هست ارتباط نزدیکتری از ایران با ما ندارد و هیچ رهبر دیگری نزد من احترامی عمیق‌تر و رابطه‌ای دوستانه‌تر ندارد. یک روز پس از پایان سفر رئیس جمهور امریکا به تهران اتفاقی روی می‌دهد که شاید هیچ کس تصور نمی‌کرد منشأ در هم پیچیده شدن تومار رژیم پهلوی و پایان سلطه امریکا بر ایران شود. روزنامه اطلاعات در 17 دی 1356 مقاله‌ای را با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه منتشر و به امام توهین می‌کند. این مقاله رشیدی مطلق ایران این جزیره به ظاهر ثبات آمریکا را به اقیانوسی متلاطم تبدیل می‌کند. موج گسترده‌ای از قیام‌های مردمی را دامن می‌زند به گونه‌ای که 400 روز بعد بزرگترین رژیم وابسته به آمریکا در منطقه ساقط می‌شود. شاه برای کنترل خشم مردم به قتل عام متوسل می شود. امریکایی ها بار دیگر چشمان خود را بر روی جنایت های شاه می بندند. امام خمینی که روزهای اخیر داغدار مصیبت مردم است، در پیامی به ملت ایران با نوید پیروزی ملت بر شاه و دار و دسته امریکاییش میگوید: شاه خواست ضرب شستی به ملت مسلمان نشان دهد. پس از تمامیت حساب با رئیس جمهور آمریکا، با بهانه مختصری که مأمورین ایجاد کردند، جمعیت بیگناه فراوانی از جوانان حوزه علمیه و متدینین غیور شهر مذهبی قم را در خاک و خون کشیده به قتل رساند. شاه می‌خواهد ثابت کند که نوکری او تحکیم شده و ملت نباید گمان کند از پشتیبانی اجانب برخوردار نیست. کارتر و دیگر غارتگران مخازن ملت‌های مظلوم باید بدانند محمد رضا خان خائن و یاغی است و ناچار از سلطنت مخلوع است. سال 1357 فرا رسیده است. صدای انقلاب مردم روز به روز رساتر می‌شود. امام خمینی ضمن رهبری قیام مردم با واقع‌بینی اقدامات امریکایی‌ها را زیر نظر دارند. امریکا تلاش می‌کند محمد رضا پهلوی را بر تخت شاهی نگه دارد و این تصمیم کاخ سفید دورنمای روابط با ایران را در منظر امام و امت تخریب می‌کند. 13 شهریور 57 مردم تهران پس از نماز عید فطر دست به تظاهرات می‌زنند. سولیوان آخرین سفیر امریکا در ایران در این باره میگوید: نظم و سازمان این راهپیمایی در عین حال که موجب حیرت و شگفتی ما شده، این واقعیت را هم آشکار می‌سازد که ما تشکیلات و فعالیت مخالفانمان را دست کم گرفته ایم. به نظر می‌رسد مستشاران امریکایی شاه در فکر توطئه دیگری هستند. کارتر که در کمپ دیوید مشغول مذاکره سازش میان مصر و رژیم صهیونیستی است، با شاه تلفنی صحبت و بر پشتیبانی آمریکا از وی در اقداماتی که برای برقراری به اصطلاح نظم به عمل می‌آورد تاکید می‌کند.
سولیوان در خاطراتش در این باره میگوید شاه بعد از تماس تلفنی دلداری دهنده کارتر کمی سبک شد. به هر حال تلفن رئیس جمهور آمریکا به شاه در آن شرایط بهترین تقویت روحی برای اوست. امام با انتقاد از کارتر که خود را قهرمان جهانی دفاع از حقوق بشر معرفی می‌کند میگویند ادعای بشردوستی و طرفداری از حقوق بشر از طرف کسانی مطرح است که متجاوز به حقوق بشر هستند و قهرمان در این امر کسی است که تجاوزش از همه بیشتر است و آن در عصر حاضر شخص کارتر است. آقای کارتر که برای یک زندانی در شوروی آنقدر هیاهو درآورد، پس از کشتارهای پیاپی شاه پشتیبانی خود را از او دریغ نکرد. آمریکا و سایر کشورهای استعمارگر هدفی جز عقب نگه داشتن تمام کشورهای ضعیف در تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی ندارند و برای برخورداری از مخازن و منابع ما و سایر کشورهای عقب افتاده نقشی جز این نمیتوانند داشته باشند و این است منشأ تمام فشارها در تمامی ابعاد به ما. امریکا دیگر سکوت و ابهام را جایز نمی‌بیند و برای حفظ قدرت شاه کمیته ویژه بررسی اوضاع ایران را تشکیل و شاه را ترغیب به اعلام حکومت نظامی می‌کند. کارتر بعدها در این زمینه می‌نویسد: در هر حال برای من تردیدی باقی نمانده بود که ما باید بدون هیچ گونه قید و شرطی از شاه پشتیبانی کنیم. او طی چندین دهه گذشته یکی از وفادارترین متحدان ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رفته. ما درباره مخالفان شاه اطلاعات کمی داشتیم، اما بیانیه‌ها و شعارهای ضد آمریکایی آنها برای قانع کردن ما در این مورد کافی بود که برای حفظ منافع خود باید به حمایت از شاه ادامه دهیم و هر گونه کمکی از ما ساخته است. زمستان 57 فرا رسیده است و آمریکا متوجه شده که نمیتواند شاه را حفظ کند. از این رو سیاست سازش و مسامحه را پیش میگیرد. پریشانی محمد رضا پهلوی سران دولت‌های امریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه را در گوادلوپ دور هم جمع می‌کند. در این نشست غرب متوجه می شود نمی تواند در برابر اراده ملت ایران بایستد. کارتر تصمیم می گیرد آیت الله را به وضعیتی میان سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب متقاعد سازد. رئیس جمهور امریکا در پیامی به امام خمینی تهدید می کند تهاجم به بختیار مانند قماری است که تلفات فراوانی بر جای می گذارد و وخامت اوضاع به مداخله ارتش می انجامد. آیا آیت الله خواست کارتر را می پذیرد یا سکوت می کند؟ امام در پاسخ به فرستاده های کارتر دولت بختیار را میراث شاه و غیرقانونی می‌دانند و میگویند تعیین قانونی بودن یا نبودن دولت ایران به عهده کارتر نیست. آقای کارتر اگر حسن نیت دارند میبایست از پشتیبانی کودتا یا دخالت در امور ایران دست بکشند تا خواسته مشروع ملت محقق گردد و آرامش ثبات دائمی برقرار گردد. ملت ایران نیز از کودتای نظامی هیچ هراسی به خود راه نخواهد داد، زیرا چندین ماه است که رژیم با خشونت و قهر و غلبه نظامی و به حادترین شکل با آنها رفتار کرده است. احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. 26 دی محمد رضا پهلوی کشور را ترک می کند. با خروج شاه کارتر بر حمایت از دولت بختیار ادامه می دهد. امریکا از این زمان همه تلاش خود را به کار می بندد تا آمدن امام به وطن را به تأخیر بیاندازد و زمان را به نفع بختیار تغییر دهد. ولی امام با استقبال با شکوه و تاریخی مردم روز 12 بهمن وارد ایران می شوند. بوی گل سوسن و یاسمن آید، امام در بدو ورود به کشور و در جمع مردم انقلابی با شناختی که از امریکا و دستهای پنهان او دارند زنگ خطر را به صدا در می آورند. ای مردم بیدار باشید، نقشه دارن میکشند، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانند به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت. جوان ها مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمیتوند بکند. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتوند دخالت نظامی در این مملکت بکنه؟